خب هدى جون به ما بگو این بیزینسی که شما همش در موردش داری صحبت میکنی و لایو میای، همیشه ما با هم باید لایو داشته باشیم توی این بیزینس؟ نیاز هست که همیشه لایو بیایم؟ خدمت همه دوستان بینندگان، این بیزنسی که ما داریم همیشه لایو بیایم نباید لایو بیایم. اولش اینو بگم به خاطر اینکه میخوایم اطلاع رسانی کنیم و ارتباط مستقیم با دوستان عزیزی که از ما سوال دارن، تو پیجامون هستن، معمولا سوال مطرح میکنن، میخوایم ارتباط برقرار کنیم. ما میایم و اینجا میشینیم به صورت زنده باهاشون صحبت میکنیم. اکثرا میان و پایین لایوامون سوالاشون همینجا باهاشون صحبت میکنیم. بارها این اتفاق افتاده که مثلا من و مریم جون داشتیم صحبت میکنیم، یه دوست عزیز اومده سوالش رو مطرح کرده و ما آوردیمش بالا، با خودش صحبت کردیم. میتونیم همین کار بکنیم. یکی از راههای ارتباط صحیح‌تر و راهیه که دوستانی که ما رو به عنوان تماشاچی دارن نگاه میکنن به ما بیشتر اطمینان کنن، مستقیم سوالاشون رو مطرح کنن. البته که ما لایف اومدن و به خاطر اینکه کارمون اطلاع رسانی، در واقع ما چه از طریق ادران کردن و در فیسبوک و یوتیوب و اینستاگرام و جاهای مختلف و تیک تاک و اینا میخوایم که اطلاع رسانی کنیم. ما میتونیم اون بر کمپین ران کنیم،